و دیگری که نگفته نمانه انشالله صحبت هایی که صورت میگیره کلش در اسکرین با ادله شرعی، با آیات قرآن، با احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم، رفرنس کتاب ها، مؤلف کتاب ها، کسی که تعلیف کرده اونا روی اسکرین گذاشته میشه و درباره از انشالله ما تفسیره میکنیم باذن الله سبحانه و تعالی. درباره از ما صحبت میکنیم که بعضی شبهاتی که بعضی برادرها او برطرف شود. این مسئله کدام جنگ و دعوا نیست، این مسئله کدام کشتیگری نیست که این خواباند و خواباند و خستان به این شکل نیست. فقط بعضی برادرها در این مشکلات واقع شدن. الله ناخواسته که عقیده در وجود یک شخص باشه ایمانش تباه میشه. بسیار متوجه باشین که مسئله العذر بالجهل بسیار مسئله مهم است، بسیار مسئله مهم است که ما اگر یک 10 نواقص اسلام که شیخ الاسلام یا شیخ ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را ذکر کرده او را زیر پای میکنیم و بسیار مواردی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کرده او را زیر پای میکنیم و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار مواردی را که ذکر کرده زیر پای میکنیم. ما از 4 ائمه اربعه امام شافعی، امام احمد، امام مالک و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اقوالشان اقوال شاگردایشان ان شاء الله متذکر میشیم. دوستای گرامی الله ناخواسته در عقیده مرجئه داخل نشوین که بدبخت میشین، چرا که بدبختترین کثیفترین عقیده ارجاء مرجئه است که امروز حتی مانی دعوت پیامبران شده. یا فکر بکنید ما و شما هیچ هستیم، حتی دعوت پیامبرانی که به خاطر دعوت آمدن حتی مانی از او شده. اینا قدر اینا خطرناک است، حتی از خوارج هم کده بدتر است، از خوارج کدام بسیار خطرناک تر است. به خاطر از این ما میگیم که بعضی مسائلی که گنگه مانده او را برای شما هویدا و برملا بسازیم که اونم شک و شبه اوس شود. این نیست یعنی یک 10% موحدی که در دنیا مانده اما را از دست ندیم. اگر را از دست بدیم خلاص بشه دیگه. این استیجی که ما ششتیم اینجا یک جکسون و مکسون پیکسون میآید بعدم کله تون میزنه، بازم دعوتم کردن نمیتونین با در وقت دیگه کسی دغمتون نمیشه. و یک کسی همو شیخ ابو حنظله الله از زندان ترکیه آزادش بکنه بسیار یک صحبت خوبی داشت. گفت مرا داخل زندان پرسان گفت hocam şunu biz anlamadık ya, hep duyduk tağut. Bu tağut ne demek? Bu tavuk mu? Bu nedir ya? Yiyecek mi? İçecek mi? Bu nedir? گفت شیخ گفت همیشه ما میشتم که می تاوق چیزا میگه، مرغ میگه در زبان ترکی. یه گفت این مرغ است، این خوردنی است، این نوشیدنی است، چی است؟ حالی عوامی را نمیفهم. حالی من مجبور هستم که به مردم تشریح بدم، اینو به مردم بگویم که بگیم که معنای طاغوتی است. قرآن میگه ولقد بعثنا فی کل امت ان اعبد فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل میگه ما تمام پیامبرا را مبعوث کردیم، ارسال کردیم به خاطر که مر عبادت بکنم و از طاغوت اجتناب بورزن. خب مردم نمی طاغوت صلات است، خوردنیش چی است؟ این را باید ما تشریح بدیم. وقتی که من میگم باید مثالایش میگم، رؤوس طواغیت این سرای طواغیت چند تاست؟ 5 تا. را باید یک باید ما شما بفهمیم. طاغوت را باید بفهمیم از قول ابن تیمیه رحمت الله علیه، از قول ابن قیم جوزی رحمت الله علیه، از قول سعدی، از قول امام ابو حنیفه، از قول امام مالک، از قول دیگه ائمه اربعه. مجبور هستیم ما مکلف هستیم به مردم بیان بکنیم. وقتی که را بگیم تو که به خود کش میکنی دیگه چی کنم دیگه؟ علی توحیدی که تو به خود کش میکنی چی کنم؟ بعد این اصلا نمکش کنیم ما با خود کش میکنیم. نمکش دیوال نمکش این افغانستان امی کلچر براتون بگم استاد عزیز، برادر عزیز قند، امی فرهنگ از امی جوانایی که در اروپا آمده بلیاز خدا گم کنه. اگر افغانستان هستن افغانستان به این شکل جور نمیشه. او برادر نه شما عالم حقیقی را میپذیرید، نه موحد میپذیره، نه کسی که به قرآن و به سنت درس میده. اگر در افغانستان هم بره 4 تا درباری و ملا درباری به نام 100 تاپه دیگه رو میزنن، تاپه دستشان است، نمیگذارن که اسلام رشد کنه، یعنی مردم بفهمه، علم رشد کنه، توحید رشد کنه. شما در اروپا اروپا من دیروز و با یک برنامه همو برادر چیز دیدم مسلمی‌ها را چرا هم تاپه میزنید؟ شما چرا تو کارا را میکنید؟ یک کمی سر به گریبان تو ببرید، خجالت بکشید. چه نمای سر این استاد همون برادر آمد مدنی، برادر مدنی آمد تو بالا دانش علمش ببین، علم دانشش واقعا ما خجالت میکشم. ما به سویه راستی میگم ما توهین نمیکنم، یعنی در افغانستان ما بسیار جواناش هم تو سویه و اما قدر علمیت ندارن. مثل همین برادر که دیروز آمد به نام نامش محمد
المدنی، ابو محمد المدنی، بسیار ماشاءالله الحمدلله سر علم خود حاکمیت داره، میفهمه دان. اما چرا تاپه میزنید شما افغانا؟ ما از شما سوال میگم، دیروز چرا انداخته شما؟ چرا که میکنید شما؟ چرا ریشخند هستیم ما؟ چرا تو ریشخند این ملت ریشخند است؟ جالبتر در این است کسایی که در اروپا سندایشان فهمید یک پاشان گفته در قبر، دیگه پاشان در روی زمین، اونها میانداخت بر نقاشی دختر ازاش میشن، تا شروع میکنه که دست نخونده، در حالی که خودش یک کلمه را یاد نداره. قسم به پروردگار که قرآن خوانده بتونه. همین کسی همین سنش که بالاست، راست میگی، همین سنش که بالاست قرآن خوانده، بیا همیشه امتحان میده. این کسایی که تخریب میکنه نمو است که کل مردم مست میکنه. نه اینمی آدم مسجد اینمی آدم میاد، تبلیغ اینمی آدم، انا وهابی اینمی، اینمی سال خردای پیرکیای، اینمی اسلام ستیزای ماست. متاسفانه بدبختانه واقعا میگی، ما از جوانا گله ندارم، همین سال خردای ماست. تاپا گرفتن نمی تاپا زده میرن، جوانا را بیرا کرده. انا کی تو یک عالم میفهمه دانسته بفی، تو صحبت از اون نمیفهمی که چی میگه، قدر سویش بالاست، یک سطح دانشش بالاست. ولی اگه بسیاری ما نمیفهمیم، سطح دانش از او بسیار بالاست، به سوی ما نیست. استاد عزیز با خدا که باشه بسیار بالاست، باید پروفسورها و دکترای اسلام باشه که از او جرا بحث کنه. ایما که حالا به برادرای دیگه میبینیم بسیار پایین هستیم ما، واقعا من برات میگم. عالمی ابو محمد المدنی برادر بزرگوار ما جوان است، حتی حتی ما من حیث یک شاگردش هم نمیایم فکر بکنین. یعنی ما ابو عمری که از 2004 اینمی رشته اینمی چیزم است، در راه حق روان هستم، در راه دعوت روان هستم. ابو محمد المدنی حفظه الله، این الله جو اینقدر علم برش داده در اصول حدیث، تفسیر، عقیده جوره نداره. قبول بکنین ما با خود شیخ هم صحبت هم کلام شدم و کتابای از او را دیدم، سبحان الله رسالای از او را دیدم. یعنی امو دیشب یک برادر ما قصه کردن، امروز بسیار جگرخون شدم، بسیار جگرخون شدم. ما در روز قیامت او ذاتی که عادل است، اونایی که تمسخر کردن و سرش خنده کردن، وای برادر ما آمدن انشالله از گردن. قبول کنی که ما از همینجا شیشتما چلنج میتونم که در هر عالمی که میخواد باید بحث بکنه، من در مقابلش هستم و به امیر ما در استودیو میام باش بحث بکنه. فقط چی؟ فقط یک 10 دقیقه، زیاد نه 10 دقیقه. یعنی او شخصی است که از مدینه منوره به درجه اعلا فارغ شده، به درجه اعلا فارغ شده. ماشاءالله بسیار بالاست، بسیار بالاست. 50 استادا را زانو زده و آدم، الحمدلله 50 استادا را زانو زده. یک کسی که عالم دین است، بالاتر از یعنی صدها شاگرد در تمام نقاط دنیا داره و طلبای از او را ببینین هر کدامش خود از این لیسانسر است در شریعت. یک انسان لیسانسر میایی حالا هویت تا معلوم کی عیب از برای موافقانه شرم از بالا، شرم از نه من به خجالت بالا کشیدم، والا من خجالت کشیدم، در وجدانم خجالت کشیدم. بسیار سوی ما پایین است، بسیار برادر عزیز. اما یک شخص چرا ما چرا منم میگه اما خودکش بیگانه پرور نه نمیره رقم هستیم دیگه. نمیره. حالا من یک مثال برات میدم برادر عزیز. امی 80 سال 70 سال کمونیست معاصر در زیر دست کمونیست بودن، اما ببین که علم و دانش الله متعال امی داد برش، امی خان مدینه منوره امی استعداد خداوند برش داده. اما ما شما که امی آزاد هستیم، در 20 سال که دیگه کشورها در افغانستان هم ببین که زبان ما را تا تغییر دادن، دین خدا در جایش بون. این مردم ما اینقدر همین تو فکر کنید، اما زبان ما شما کوچه و بازار دمی میدیا ما دمی رسانه گپ نمیزنن، اما همین آدم چرا خم تسلط سر زبان خود تاجیکی خود داره، همین زبان فارسی دلی داره سر بلا مخرج. به خدا افتخار ماست، به خدا بیخی از من برادر کلمه اید دوست دارم واقعا که بسیار آگاه، بسیار عالم است، بسیار دانشمند است. دارن پروگرام دارن باز میتونن. یک نقطه در اینجا خوب نیست، اما این برادر مشکلات امنیتی داره و تویی که میگه هویت تا بالا بکو، مشکلات هم تویی که امروز نعوذ بالله بیخی اعصاب ما خراب میشه بعضی وقت، مشکل امنیتی داره و خود آشکار کرده نمیتونه و تو میایی که هویت تا معلوم کو، ایمان تا معلوم کو، امیز دینی تو بالا ما گریانم گرفت، خدا مرا گریه گرفت، قسم برات میخورم برادر مرا گریه گرفت، قسم ما برات میخورم این ملت جور نمیشه. همین موحدین قبول کاغری استغفر الله، بعضی زبانم به کدام طرف دیگه خود رفت. همون قدر نفرت در بین موحدین داره که حد نداره بیفی، این قدر نفرت پیدا کرده. حتی برای ما این تلفن ما را ببینین، این تو شخصیت ها علما برادرای بسیار موحد
قریب که گریان بکنن. گفت شیخ گفت با این چه قسم مایی چی بالا بوده بیخی گفت از بسیار گپای چتی زدن بیخی قبول کن خدا تمام ساختی رزیل خنده میشه سر چی ریشخند همه چی ریشخند در ریش بابام ریشخند در دینم در عالم ما همین که 20-30 سال خانده برابر عمر مایی تجربه علم داره دانش داره شاگردای ممتاز داره شما یک سر به گریبان چرا اینطور ریشخند میکنی؟ گفتم یک کسی یک برنامه جمشید از برنامه داره میگه چرا این ملت ریشخند است وقتی که خنده میکنی تمسخر میکنی استهزا میکنی در کله چیزی نیست یعنی کله یک دفعه فکرت برو در مغزت برو در اینجا کله چیزی هست نداریم در کله چیزی تمسخر نکنی استهزا نکنی برادر عالم بشناسی از سخنش از صحبتش از طریقش از علمیتش چرا نمیشناسی چرا علم ما نداریم باز توهین نکنی توهین چرا میکنی 100 نام سرش میمونه به نام عمر نامایتان مونده حیف عمر سر شما بعد از براتان است برای خدا شرم از براتان و افغانا در اروپا امریکا آدم شوی اصلاح شوی یک ذره مو پروگرام چنج بکنه ما را دل ما دای در نکد یک برادرم یک اودیو را رایی کرد یک کسی بالای مو چیز آمده ابو دمو چیز در استودیو آمده این برادر ما را همون تو سیاست کرده و پتکه کرده که بیایم اینجا مثل یک آدم باری سوال بکو یک سوال داری یک جواب فلان دیگه ما تم سعی تو سبحان الله این برادر ما بسیار برادرای ما جگرخون شدن بسیار زیاد برای من زنگ زدن گفت برادر ابو عمر گفت دلم پر از چی کنم ما گفتم بگذار به الله واگذارش بکن اینا قسم خورده های دین هستن اینا کسایی هستن که اینا اصلا نه دیگه طرف ما نمیریم الله همین قدر از الله عزوجل استدعا میکنیم که اینا را هدایت بکن حالا ما برادر عزیز ما از پرچمی چه گله کنیم از کمونیست چه گله کنیم از معاوض چه گله کنیم از شوله‌ای چه گله کنیم از اسلام ستیز از همین کسی گله داره که به نام دعوتگر امروز در میدیا من زمیا گله دارم اصل اسلام شما که بدبخت مسلمانا رو میسازی شما نیمچه دعوتگر هستی نیمچه ملا هستی من خب میگم تو نیمچه هستی برنامه رو بشنوی یک آدم که گفت از طرز صحبتش دفعتا میفهمی که چرا عالم است ما خیلی به خدا بروسی که همین تو استعداد خداوند به ما داده همین کسی که گپ بزنه میفهم که این آدم در کدام سویه خداوند برش سویه را دادن نکنی تو برادر عزیز نکنی تاپا نزنی به لحاظ خدا به لحاظ قرآن به پیش الله متعال به آخرت حشر میشی چرا مردمای توحیدی مردمای عالمی که بعدا به این ضرورت داریم اشد ضرورت امروز اومد داره او را شما تاپا میزنی به خاطر چی تا ناتقسیم است چرا بی بالا بی بالا شو کسی همین که تاپا میزنه اگر مرد هستی خب بیا اینجا بدر گپ بزن چرا تاپا میزنی افغانایی که امروز وطن در چه حالت است برو افغانستان رو ببین در چه حالت است خیلی چه عذر بجل کمونیستان نداره شوله‌ای هم نداره اسلام ستیز هم نداره سکولر هم نداره هیچ خلاص رها کنه گیره خلاص رها کنه بگذاره هر چی که میکنن یک انقلاب کردی برادر قند به خدا انقلاب است این انقلاب است باید بیاموزه کسایی که هوشیار و بیدار است نکته فهم و چیز فهم است باید آگاه شو و محقق شو و تحقیق کنه که عذر بجر چیز واقعا امروز مردم هوشیار شد بیدار شدن روز به روز ان شاء الله تعالی یک تعداد جوانای زیاد ما به طرف تحقیق میروند که میفهمن این چه معنا داره علمی جربسه علمی بسیار نتیجه مثبت داره بدون از این تحقیر و توهین و نام بد سر یک آدم بیوده سوال و جواب مثل برادر برادرها چه معنا تقسیم است هیچ چیز معنا ما شما به خاطر رضای الله ما شما باید همین مردم روشن کنیم بیدار کنیم این کدام مطلب خدای ناخواسته شخصی برادرای ما ندارم ولی اگه داشته باشه من یارو میشناسم از اول میشناسمشان بازم براتون میگم این برادر ما به خاطر رضای الله به خاطر آخرت خودی کارا میکنه که نشود آخرت ما مؤاخذه شوم هر کدام این برادرای ما که امروز میاد اینجا دعوتگری میکنن از قرآن و سنت درس میدن دعوتگری میکنه یا خود از منافع شخصی خود خدا ناخواسته بیا که با من چیز کو بازم جزاکم الله خیر برادر عزیزم ما والا بسیار جگر خوب میشم برادر عزیزم با چیز برات بگم با خدا قدس ما تاثیر بد میکنه میگم های افسوسی ملت ما که سنگ سری ملت نمیباره به خدا نظام کم است قسم ما برات میخورم به این نیتی که ما داریم مرا گریان میگیره چرا راجور هستیم چرا تومتگر هستیم چرا عقل ما در کار نمیندازیم افسوس به حال ما بازم از الله متعال هدایت برای جوانان برای کسایی گمراه شدن میخوایم کسایی که تاپا میزنن دیگه تاپا نزنید سر برادرایتان موحدتان در آخرت مؤاخذه میشی دنیا رفتنی است امروز یا صبح پیش الله رفتنی نیستیم